نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر در معانی آن و همچنین عمل به دستوراتش زیباتر و بهتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با آیات دیگر از سوره مبارکه معارج. سوره مبارکه معارج 70مین سوره کلام الله مجید در ترتیب مصحف هست که در مکه مکرمه نازل شده و 44 آیه داره. این سوره معارج نام گرفته، المعارج، که برگرفته از آیه 3 این سوره است که الله متعال در آیه 3 به درجات و عظمت مقام الله متعال اشاره فرمود و در آیه 4 هم تعبیری از این هست که در روز قیامت که 50,000 سال طول خواهد کشید، ملائکه و جبرائیل علیه السلام عروج میکنن به سمت الله متعال. در ابتدای این سوره مبارکه الله متعال اشاره فرمود به اینکه منکری از منکران قیامت سوال پرسید از رسول الله علیه السلام که این قیامتی که تو وعده میدهی به ما کی واقع خواهد شد؟ الله متعال فرمود یقینا این اتفاق خواهد افتاد و برای کافران هیچ نجات دهنده‌ای و وسیله‌ای برای دفاع آنها نخواهد بود که آنها را از عذاب الهی نجات بدهد. و الله متعال در ادامه فرمود آنها او رو قیامت رو دور میبینند اما من الله با عظمت او رو نزدیک میبینم. و فرمود در روز سختی که هیچ عزیزی از عزیز خود خبر نخواهد گرفت، با وجود اینکه آنها را میبیند اما انسان مجرم آرزو میکنه که فرزند خود رو فدا بکنه، همسر خود و خواهر و برادر خود رو فدا بکنه و طایفه و ایل و تبار خود رو فدا بکنه و هر آن کسی که در زمین بوده است همه رو فدا بکنه اما خود نجات پیدا بکنه از آتش دوزخ. اما الله متعال فرمود این گونه نیست. آتش دوزخ بسیار سوزان است و گویی که کل او شراره آتش است و این آتش پوست بدن انسان رو می سوزاند و از بین می برد. و همچنین الله متعال فرمود که تمام کسانی رو که پشت کرده بودند به دعوت الهی به سوی خود فرا می خواند، همون کسی که مال جمع می کرد و تقسیم نمی کرد و پخش نمی کرد. و الله متعال در ادامه فرمود که انسان بسیار ناصبر و ناشکیباست و شکیبایی نداره و ناصبر است. وقتی که به مصیبتی میرسه جزع و فزع میکنه، وقتی که به اون نعمتی میرسه خودش رو گم میکنه مگر نماز گذاران. این آیات رو در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان مرور کردیم و در برنامه امروز ان شاء الله ادامه میدیم آیات دیگری از این سوره مبارکه. الله متعال در آیه 19 فرمود ان الانسان خلق هلوعا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان بسیار ناصبر است، وقتی که به او مصیبتی میرسه از جزع و فزع میکنه و ناشکری، و وقتی به خوبی و خیری میرسه باز میدارد خود و دیگران رو از کارهای خیر و نیکو مگر نمازگزاران. نمازگزار کسانی که اهل نماز هستند اینها در زندگی استقامت دارن و اینها در مصیبت ها و در سختی ها کم نمیارن. الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة در آیه 153 سوره مبارکه بقره. ای کسانی که ایمان آورده اید استعانت بجویید در زندگی و مشکلاتتون با صبر و نماز. صبر
و نماز به شما کمک خواهد کرد که در زندگی موفق باشید. الله صابران را دوست دارد. ان الله یحب الصابرین. الله متعال کسانی که صبر میکنن را دوست داره. نماز به انسان قدرت میده و قوت میده برای تحمل مشکلات زندگی. در مشکلات در زندگی، در سختی ها، هر جا مشکلی یافتی و سختی و مصیبتی، هر جا در زندگی به بنبست خوردی، فراموش نکن که راه آسمان باز است. پرواز کردن را بیاموز. یاد بگیر که با الله متعال چگونه ارتباط بگیریم. هر مشکلی، هر مصیبتی، هر سختی در زندگی، راه حلش، اولین راه حل و مهمترین راه حل این است که وضو بگیری، جانماز خودت را پهن بکنی، دست بلند بکنی و تسلیم بشی پیش الله متعال، دست به سینه ببندی و پیش او بایستی و در رکوع سرخم بکنی پیش او و به سجده بیفتی و در نماز، در جانماز خود، محل عبادت خود سر به سجده بیندازی و ذلت و خواری خود رو پیش الله متعال پیش بکنی و با او نجوا بکنی و از او طلب بکنی و بخواهی که او خالق آسمان ها و زمین است. او خالق هر آن چیزی است که روبروی من تو، اطراف من تو، بالای سر من تو، زیر پای من تو و در این عالم دور بر من توست. اختیار همه چیز به دست اوست. خالق آسمان ها و زمین است. مالک یوم الدین است. ملک الناس، اله الناس. او رب الناس است، پروردگار مردم، کسی که اونها رو خلق کرده و کسی که مدیر و مدبر امور آنهاست، پادشاه آنهاست، خدای آنهاست. اختیار همه به دست الله متعال است. هیچ مشکلی و گره‌ای در عالم وجود ندارد که الله متعال نتواند او رو حل بکنه. هیچ مشکلی در زندگی وجود نخواهد داشت که انسان با نمازی خالصانه و عبادتی جانانه پیش الله متعال اون مشکل رو حل نکنه و گره اون مشکل رو از اینجا باز نکند. کلید هر مشکلی نماز است. نماز حلال مشکلات است. نماز انسان رو به ملکوت میرساند، انسان رو پیش الله متعال عزیز میکنه و محبوب میکنه. الا المصلین، مگر نمازگزاران. همه آنچه که الله متعال فرمود در روز قیامت اتفاق میفته. انسان مجرم حاضر فرزندش رو فدا کنه، همسرش رو فدا کنه، دوستش رو فدا بکنه، خانواده رو فدا بکنه، هر کی در زمین هست فدا بکنه. اون کسی که این مصیبت ها در زندگی میاد نمیتونه تحمل بکنه. الله متعال در ادامه فرمود الا المصلین، مگر نمازگزار این گونه نخواهد بود. نمازگزار این مشکلات رو نخواهد دید. الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که نماز خود رو سر وقت برپا میکنن، دائم به فکر نماز هستن. اونها مداومت دارن بر نمازها در اوقات خودش. هر نمازی رو در وقتش میخوانن. قبل از این که نماز قضا بشه نمیگذارن نمازها رو همه رو آخر روز بخونن. نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو آخر شب که آمد خونه بشینه بخونن. نه، نمازهاشون رو پایبندن. صبح رو در وقتش میخونن، ظهر رو در وقتش میخونن، عصر رو در وقتش میخونن، مغرب رو در وقتش میخونن، عشا رو در وقتش میخونن. نمازهای خودشون رو در سر وقتشون میخونن. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینها دائم بر نمازهای خودشون پایبندی دارن و سر وقت میخوانن. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی که در مال زندگی خودشون یک سهمیه‌ای رو مشخص و معلوم کردن. در آنچه که الله متعال به اونها داده، نعمتی که الله متعال به اونها داده، یک سهمی رو مشخص کردن همیشه برای کسانی که گدایی میکنن، برای انسان فقیر، للسائل، مسکین و فقیر، کسی که دست دراز میکنه پیش او. و اما السائل فلا تنهر، وقتی که کسی دست دراز کرد پیش تو، از تو چیزی طلب کرد و سوال کرد و خواست، او رو از پیش خودت نران، به او کمک بکن هر چقدر که میتونی. علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف. انسان فقیر به اندازه خودش، انسان دارا و ثروتمند به اندازه خودش، هر کسی به اندازه توان خودش کمک بکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله متعال هیچ کسی رو بیشتر از حد توان او مؤاخذه نخواهد کرد و از او نخواهد خواست و مکلف نخواهد کرد. این مهم است که تو در زندگی خودت فراموش نکنی بی‌نوایان و مساکین رو. للسائل والمحروم، هم برای انسانی که سائل است و دست دراز میکنه، هم برای آن که محروم است. محروم به کسی میگن که دست دراز نمیکنه. انسان‌هایی هستن که فقیرن، توانایی مالی ندارن، دستشون در زندگی بسیار تنگ است و شرایط زندگیشون سخت است، اما هیچ وقت دست دراز نمیکنن، مناعت طبع دارن.
عزت نفس اونها اجازه نمیده که دست دراز بکنن پیش کسانی. الذین احصروا فی سبیل الله، کسانی که در راه الله متعال مشغول هستن، درس دینی میدهن، عبادت میکنن، اونهایی که به جهاد رفتن، اونهایی که در راه دین مشغول به خدمت هستن، به هر نحوی معلم هستن، در تعلیم هستن، اما شرایط زندگی اونها اجازه نمیده که برن دنبال تجارت. اونها لا یسألون الناس الحافا. الله متعال میفهمد با اصرار و پافشاری از کسی چیزی طلب نمی کنن. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، انسان ناآگاه و بیخبر از حال او گمان میکنه که این ثروتمند است به خاطر خویشتنداری که او داره و دست دراز نمیکنه. تعریفهم بسیماهم، از روی چهره اونها میشه اونها رو بشناسی. برو بررسی بکن، برو بگرد. محروم به کسی گفته میشه که دست دراز نمیکنه، چون دست دراز نمیکنه از همین کسی که کمک میکرد هم محروم میمانه. یا این محروم معنای دیگر محروم اینه که کسی که محروم است از داشتن یک کار نداره، وظیفه خاصی نداره، فرصت شغلی نداره. دور و بر خودت رو نگاه بکن، همسایگان خودت، دوستان خودت، خانواده خودت، کسی که بیکار است، چند ماه فلانی بیکاره، پیش خودت فکر بکن از کجا در میاره، درآمدش رو چیکار میکنه، خانواده خودش رو چطور میگذرونه، چطور تامین میکنه. کمک بکن. تویی که دستت میرسه، امروز فردا نوبت تو خواهد بود. امروز برو و کمک بکن، برو ازشون خبر بگیر، برو بهشون رسیدگی بکن. للسائل والمحروم، محروم حق داره بر جامعه اسلامی. کسی که کار نداره، کسی که مشکلات داره در زندگی، کسی که فرصت شغلی نداره، کسی که فرصت پیدا نمیکنه تا بره درآمدی داشته باشه، شرایط زندگی، شرایط جامعه اجازه نمیده، بازار، وضعیت بازار فراهم نیست، اینها رو باید در مال خودت برای اونها سهمیه داشته باشی. نگو که من ثروت ندارم، منتظر نباش تا ثروتمندان این کارو بکنن. تو به اندازه خودت میتونی به او کمک بکنی، ولو اینکه هر چقدر کم باشه، ولو اینکه یک وعده غذایی باشه، ولو اینکه یک تیکه لباسی باشه برای فرزندانش، ولو اینکه کاغذ و قلمی باشه، ولو اینکه یک نانی خشکی باشه که ببری دم در خانه‌اش تحویلش بدی. للسائل والمحروم، فراموش نکن که الله متعال میفرماید اینها رستگارانن. این صفاتی رو که اینجا الله متعال ذکر میکنه در آخر میفرماید اینها در جنت مکرمن، مورد احترامن. اگر میخوای در جنت مورد احترام باشی باید این گونه باشی. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی که در مالهای اونها حقی است مشخص برای فقیرها و برای کسانی که محرومن از کار. والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که تصدیق میکنن روز قیامت رو. عبادتی که میکنی منت نگذار، انفاقی که میکنی، صدقه‌ای که میدی فقط به خاطر الله متعال باشه، به خاطر این نباشه که مردم تعریف تو بکنن، به به و چه چه بگن، به خاطر این نباشه که از اونها انتظاری داشته باشی و اونها رو برده و غلام خودت بکنی، بر اونها منت بگذاری. فقط به این خاطر که به این نیت کار میکنی که روز قیامتی پیش روی توست و این صدقات تو در روزی به درد تو خواهد خورد. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کسانی که از عذاب الله متعال میترسند. اینها کسانی هستند که میترسند، میدانند که یک روزی در پیش الله متعال حاضر خواهند شد و عذابی خواهد داشت و مؤاخذه و گرفت سختی و میترسند از اون عذاب. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. الله متعال میفهمد عذاب پروردگار اینها هیچ کسی از او در امان نیست. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، آیا در امانن شهرها و قریه ها و مردم آنها که عذاب من شب هنگام وقتی آنها خوابن یک دفعه به سراغ اونها برسه و همه اونها رو از بین ببره، زلزله شهر رو بلرزونه و صبح همه این شهر میشه قبرستانی که میلیون ها نفر و هزاران نفر زیر اون دفنن. او امن اهل القرى، آیا در امانن مردم شهرها و سرزمین ها ان یأتیهم بأسنا ضحی و هم یلعبون، که عذاب من روز در هنگامی که اینها مشغول زندگی هستن به سراغ اونها بیاد و اونها رو از بین ببره. افامنوا مکر الله، آیا از گرفت الله متعال، عذاب الله متعال، از مجازات الله متعال در امان هست؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، کسانی که زیان دیدن خود رو از عذاب الهی در امان میدانند. هیچ کسی از عذاب الهی، از گرفت الهی در امان نیست مگر زیان دیده است عذاب الله متعال. ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمین است. مواظب باش که الله متعال اگر بخواد تو رو بگیره در یک لحظه تو رو نیست و نابود خواهد کرد، تو رو از بین خواهد برد. با پروردگارت در نیفت. هیچ وقت خود رو از عذاب الهی در امان ندان.
هیچ وقت اگر انسان از الله متعال نترسید و از عذاب الهی خود رو در امان دانست، اون موقع آغاز هلاکت اوست، اون موقع آغاز بدبختی و دربدری این انسان است. انسانی که خود رو از الله متعال در امان می‌داند و گرفت الله متعال، بلکه که الله متعال رحمان است، رحیم است، اما جبار است، اما متکبر است، اما منتقم است. بترس از پروردگارت، همونقدر که به او امید داری همونقدر باید به او بترسی. ایمان انسان با دو بال امید و ترس، پروانه ایمان انسان، مرغ ایمان انسان با دو بال امید و ترس پرواز میکنه. این گونه نباشه که فقط امیدوار باشی یا فقط بترسی. ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که شرمگاه خود رو محافظت میکنن الا علی ازواجهم، مگر بر همسران خود از راه شرعی، او ما ملکت ایمانهم، یا کسانی که کنیزی داشتن و با کنیز خود رابطه ای داشتن، که البته امروزه در بین ما کنیزی نیست. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کسانی که شرمگاه خود رو حفاظت میکنن مگر فقط برای همسرشون و کسانی که کنیز اونها هستن، اینها ملامت نمیشوند. فمن ابتغى وراء ذلك، غیر از این رابطه شرعی، هر کسی رابطه دیگری داشته باشه به هر نحوی که شرمگاه خود رو در اختیار کسی بگذارد، فاولئک هم العادون، اینها کسانی هستند که از حد تجاوز کردن، اینها کسانی هستند که متعدی هستن، گناهکار هستن. الله متعال ما رو بر حذر می‌داره از اینکه در رابطه اخلاقی خودمون، در معاشرت‌های خودمون با جنس مخالف حد و حدودها رو نادیده بگیریم. باید مواظب بود. اینها همه خط سرخ‌های الله متعال هستن. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که وقتی امانتی به اونها سپرده میشه یا عهد و پیمانی میبندن رعایت میکنن، در امانتی که پیش آنهاست خیانت نمیکنن، در عهد و پیمانی که با کسی بستن کوتاهی نمیکنن. این صفات مؤمن است. مؤمنی که کسی که مسلمان باشه در امانت خیانت نخواهد کرد. مؤمن باشه در عهد و پیمانی که با کسی بسته باید پایبند باشه. چگونه امکان داره انسان مؤمن، انسان مسلمان در امانتش خیانت بکنه؟ در آنچه که پیش او سپرده شده دست دراز بکنه، در هر امانتی که باشه و در عهد و پیمانی که با کسی بسته. حتی اگر تو به فرزندت بگی اگه این کار رو کردی من فلان چیز رو برای تو میخرم و نخریدی، تو در عهد و پیمانی که با فرزندت بسته خیانت کردی. چه برسه عهد و پیمان‌های بالاتر از این. وعده نده و وقتی که وعده میدی تا آخرین لحظه تلاشت رو بکن تو بر وعده خودت پایبند باشی و اگر نتونستی از صاحب او معذرت خواهی کن خالصانه. عذر تو پذیرفته است وقتی که تلاش بکنی و نتوانی. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون، کسانی که وقتی شهادت میدن شهادت خودشون رو بر حق و حقیقت و عدالت برپا میکنن. ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، وقتی جایی از تو طلب شهادت میشه انکار نکن، برو شهادت بده فقط به خاطر الله متعال. وقتی تو رو به عنوان شاهد میگیرن دروغ نگو، خیانت نکن. هر آنچه که هست ولو اینکه بر علیه خودت باشه یا بر علیه خانواده تو باشه یا بر علیه هر کسی که هست، حق رو باید بگی. وقتی شهادت میدی به خاطر الله متعال حق و حقیقت رو، آنچه که مشاهده کردی، آنچه که چشمانت دیده اند رو، آن رو باید بگی. شاهد یعنی آن کسی که مشاهده کرده است. مشاهده با چشم صورت میگیره. آنچه رو که چشم تو دیده همون رو نقل میکنه زبان تو، نه آنچه که ذهن تو تصور میکنه و تخیل میکنه. دروغ رو شهادت نده. شهادت مال چشم است. باید مثل چشمت صادق باشی و زبانت مثل چشمت صادق باشه در شهادت دادن. والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. ابتدای حکایت با نماز بود، پایان حکایت هم باز با نماز تمام میشه. کسانی که از نمازهای خودشون محافظت میکنن، یعنی اینکه ظاهر نمازشون رو، روح نمازشون رو، باطن نمازشون رو زیبا میکنن. هم در ابتدا فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که نمازشون رو سر وقت میخوانن. اینجا فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسانی که نمازشون رو محافظت میکنن. محافظت نماز یعنی ظاهر نماز آراسته، آنچه که ظاهر نماز است در قیام، در رکوع، در سجده، در تشهد، و باطن نماز، روح نماز، حضور قلب در نماز، ارتباط با الله متعال رو باید داشته باشیم، باید رعایت بکنی. اینها کسانی که این صفات رو دارن، اینها اولئک فی جنات مکرمون، اینها کسانی هستند که در جنت مکرمن،
مورد اکرامن، احترامن، عزتن، اینها مورد ارج و مقام قرار میگیرن، اونها رو کرم میشه به اونها، اینها در جنت خیالشون آسوده است. صفات کمی است. کسانی که نمازشون رو سر وقت میخوانن و مواظب نماز هستن، شرمگاه رو محافظت میکنن، امانت رو رعایت میکنن، وعده میدن خلافش رو انجام نمیدهن، کسانی که اگر شهادت میدن صادق هستن، کسانی که صدقه میدهند برای انسانهایی که سائل هستند، فقیر و مسکین هستند و محروم هستند و ایمان یقینی دارند به الله متعال. این عبادت ها را اگر انجام دادی اهل جنتیم. این عبادت ها را اگر انجام دادی، نماز، ابتدایش نماز، انتهایش نماز، شرمگاه تو، نمازت رو بخون، سر وقت بخون و خوب بخون، شرمگاه تو محافظت بکن، عهد و پیمان تو رعایت بکن، صادق باش، به فقیر و مسکین رسیدگی بکن و اگر شهادت دادی به خاطر الله، اولئک فی جنات مکرمون. این کسانی هستند که در جنت خواهند ماند. همیشه عذاب الله متعال رو پیش چشمت داشته باش، از عذاب الله متعال بترس تا وارد جنت او بشی. الله متعال هرگز دو ترس رو با هم جمع نخواهد کرد، ترس دنیا و ترس آخرت. کسانی که در دنیا میترسن از دوزخ، الله متعال اونها رو وارد جنت خواهد کرد و کسانی که نمیترسن، الله متعال اونها رو وارد دوزخ خواهد کرد. اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مهطعین. وقتی که الله متعال به مؤمنان وعده جنت میده، مشرکان و کفار فکر میکنن، مسخره میکنن اگر قراره که اینها به جنت برن، ما از اینها اولاتریم، حقدارتریم، چون فکر میکنن در دنیا الله متعال به اونها مهلت داده، فرصت داده، نعمت داده، ثروت داده، قدرت داده تا اونها رو آزمایش بکنه. اینها در دنیا چون ظاهرا از لحاظ امکانات دنیوی بهترن، در آخرت هم بهتر خواهند بود. اینها میگویند که اولا و ما اظن الساعه قائمه، اولا که اصلا قیامت نیست، ولا ارددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. اگر هم من برگردم روز قیامت پیش خدای خودم، خدایی باشه و من برم پیش او، من دنیای آخرت من بهتر خواهد بود چون دنیای من بهتره. اینها فکر میکنن الله متعال اونها رو به خاطر این نعمت داده که بیشتر دوست داره. نمیدونن که ولا یحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. گمان نکنن که من الله با عظمت، کافران گمان نکنن که من به اونها مهلت دادم خیر اونها را میخواهم. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. من با آنها مهلت میدهم تا بیشتر گناه بکنن. وقتی که الله متعال به مؤمنین وعده جنت داد، کفار فکر میکردن که اونها به جنت حقدارترن و اگر قیامتی هم باشه اونها وارد جنت میشوند. به این خاطر دور بر رسول الله علیه الصلاه و السلام حلقه میزدن و می آمدن فما للذین کفروا قبلک مهطعین. چه شده این کافران رو که این گونه هر سراسیمه و شتابان به سمت تو می آیند ای پیامبر من، عن الیمین و عن الشمال عزین، دسته دسته، گروه گروه، سمت راست و سمت چپ تو جمع می شوند. ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم. آیا طمع دارن هر کدوم از اینهایی که دور بر تو آمده اند که وارد جنت النعیم بشن؟ اینها میان دور بر تو سریع میآیند، هر آیه‌ای که تو میخوانی جمع میشن تا تو رو مسخره بکنن و باز از روی تمسخر میگوین اگر جنتی باشه ما حقدارتریم. آیا اینها گمان میکنن و طمع دارن که وارد جنت نعیم بشن؟ ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم. آیا هر کدوم از اینها آرزو دارد که وارد جنت پر از نعمت بشود؟ کلا، هرگز این گونه نیست. انا خلقناهم مما یعلمون. اینهایی که فکر میکنن هرگز اصلا قیامتی نیست، اینهایی که باور ندارن به قیامت، اینها چگونه اولا از تو پیامبر من، اینها چگونه امید دارن که برن به جنت؟ ثانیاً مگر این کسانی که فکر میکنن قیامتی نیست، اینها رو فراموش کردن من از چی خلق کردم اونها رو؟ انا خلقناهم مما یعلمون. اینها میدانن که من اونها رو از یک نطفه بدبوی خلق کردم که از بدن خارج میشه، نجس میشه. حالا انقدر مغرور شدن، آمدن به الله متعال رو مسخره میکنن و دینش رو و اعتقاد توحیدی الله متعال رو و پیامبرش رو و کلامش رو و وعده های الله متعال رو. مگر اگه من بخوام دوباره اینها رو زنده بکنم نمیتوانم اینها رو زنده بکنم. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. قسم به پروردگار مشرق ها و مغرب ها که خورشید در هر روز یک محلی در طلوع دارد و یک محلی در غروب و مشرق ها و مغرب های زمین روزانه متفاوت است. در زمستان و در تابستان محل طلوع و غروب خورشید فرق میکنه. به این خاطر مشرق‌های مختلف و مغرب‌های مختلف ما داریم در طول سال. قسم به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها که من بالله با عظمت قادرم علی ان نبدل خیرا منهم،
که من روز قیامت بهتر از اینها رو خلق بکنم. جسمی که امروز دارن این جسم مطابق با وضعیت دنیای اونهاست. جسمی که در آخرت دارن اون جسم اینها ظاهرش این گونه است، اما حقیقت اون جسم ساخته شده برای ابدی بودن. اون جسم دیگه از بین نخواهد رفت، چه در دوزخ چه در جنت. اون جسم بهتر از جسم اینهاست. من توانایی دارم ان نبدل خیرا منهم، بهتر از این جسم رو برای اونها ایجاد کنم. اینهایی که گمان میکنن هرگز قیامتی نخواهد بود و ما اذا متنا و كنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، با تعجب میپرسن اگر ما مردیم و دوباره خاک و خاکستر شدیم آیا دوباره زنده خواهیم شد؟ بله، الله متعال میفرماید من قادرم بهتر از اینها رو خلق کنم و ما نحن بمسبوقین، و هرگز کسی قادر نخواهد بود که من رو عاجز بکنه، از من سبقت بگیره و من عقب بیافتم. کسی بر من سبقت نخواهد گرفت، من رو مغلوب نخواهد کرد، من الله با عظمت رو. من اگر بخواهم همه اینها رو از بین خواهم برد و بهتر از اینها رو هم به جای اونها می آورم. برای من الله با عظمت بسیار آسان است که همه اینها رو هلاک بکنم، قومی بهتر اونها بیارم، اما به اینها مهلت میدهم. فذرهم، اونها رو رها کن، ترک کن، به حال خودشون واگذار. ای پیامبر من، ای دعوتگر به توحید، ای مخاطب قرآن، فذرهم یخوضوا و یلعبوا، بگذار تا اینها مشغول باشن، غرق بشن در دنیای خودشون و در لذت‌های خودشون و در بازی‌های خودشون، در سرگرمی‌های خودشون، حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، باشه که اینها بیشتر و بیشتر و بیشتر گناه بکنن تا ملاقات بکنن آن روزی رو که وعده داده میشوند، روز حساب و کتاب، روز قیامت. آن وقت الله متعال میفهمد من میدونم که با اینها چه کار بکنم. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، آن روزی که از قبرها خارج میشوند سریع و شتابان و میدوند. فکر میکنن که اونجا از ترس و از حساب کتاب هایی که هست چنان پریشان و نگرانن، این طرف اون طرف میدوند، گویی که به دنبال چیزهایی میگردن. که انهم الی نصب یوفضون، گویی که اونها به سوی نشانه هایی با هم رقابت میکنن، گویی که به سمت بوته هایی که در دنیا داشتن و گمان میکردن که آن مجسمه اولیای خدا به داد آنها میرسد، به دنبال او میگردن و میرن به سراغ اون و میخوان که از اونها کمک بگیرن. خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله، چشمهای اونها از ترس پایین افتاده است و ذلت و خواری اونها رو فرا گرفته. این غرور و تکبر امروز رو دیگه در اونها نمیبینی، این استکبار رو در اونها نمیبینی، این عناد رو در اونها نمیبینی. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، آن روز همان روزی خواهد بود که آنها وعده داده میشوند اما نمیپذیرند و انکار میکنند. الله متعال ما و شما رو نجات بده از اینکه به مانند کفار درباره آخرت فکر بکنیم و الله متعال به ما و شما توفیق بده تا آمادگی بگیریم برای آخرت و برای جنت که مسیر زندگی ما و شماست. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني